برای اینکه بخوایم کوک سنتورمون رو از شور به دو مینور تغییر بدیم، شستمون رو میذاریم پشت خرک چهارم، با دست چپمون یه ذره این سیم ها رو به سمت بالا میکشیم که خیلی راحت این خرک رو تقریبا به اندازه 2 سانتی متر به سمت چپ ببریمش. تمپوی این درس سیاه نقطه دار مساوی 100، یعنی در هر دقیقه ما باید 100 تا سیاه نقطه دار اجرا کنیم. ریتم درسمون 6-8، یعنی در واقع در هر میزان ما 6 تا چنگ یا معادل اونو داریم. میشماریم 1 2 3 4 5 6. هر سیاه 2 شماره، سیاه نقطه دار 3 شماره و هر چنگ 1 شماره میگیرن. جایی که علامت تی داریم مخفف همون ترمولو هست که باید 4 تا ریز اجرا کنیم، 4 تا دولاچنگ. روی هر نوتی علامت تی آر داشتیم یا همون تریل، اون نوتو با نوت بالاییش ریز اجرا میکنیم به شکل ریز. یعنی در واقع اگر روی نوت دو ما تی آر داشتیم، نوت دو رو با نوت ر یکی در میون چپ و راست ریز یا تریل اجرا میکنیم. جاهایی که سیاه نقطه دار داریم اگر بخوایم ریز بزنیم، ریزمون این شکلی میشه: یه دونه چنگ و 4 تا دولاچنگ. اولی تک میشه، 4 تای بعدی ریز میشن. وقتی به علامت آب میرسیم، میریم از جایی که بالای اون علامت آ نوشته تا جایی که بالای اون علامت ب نوشته رو تکرار میکنیم. وقتی به دومین علامت سینو یا سینو میرسیم، میریم از علامت اول تکرار میکنیم تا علامت دوم. داخل درس خط هفتم
یه جایی چنگ با خط اتصال به یک سیاه وصل شده. این قسمت رو به این شکل ریز میزنیم. 1 چنگ و 4 تا دلو چنگ. چنگ اولی تکه با دست چپ و 4 تای دیگه ریز هستن.